به نام خالق مزه ها، امروز میخوایم با هم یک کوکی خوشمزه فقط با 3 ماده اولیه درست بکنیم. نه شکر لازم داره نه تخم مرغ، خیلی هم راحت در عرض 10 دقیقه آماده میشه. کی گفته وقتی رژیمی نمیتونی کوکی بخوری؟ این کوکی خوشمزه هم مقوی هم رژیمی. ارده سرشار از چربی‌های مفید و پروتئین گیاهیه و شیره هم یه شیرین کننده طبیعی پر از مواد معدنی مثل آهنه. جوپرگ هم که سرشار از فیبر به احساس سیری کمک میکنه. برای درست کردنش جوپرگا رو بریزید توی ظرف، شیره انگور یا خرما رو اضافه کنید و بعد از اونم ارده رو. مواد رو خوب با هم دیگه هم بزنید تا شبیه یک خمیر در بیاد. من از پودر هل استفاده کردم، نگم از بوی هل که کل فضای خونه رو گرفته بود. بعد کوکی‌ها رو داخل سینی فر برای تزیین روش هم میتونید از شکلات تلخ، گردو یا بادام استفاده کنید. فر با دمای 180 درجه گرم کردم به مدت 10 دقیقه. به رنگ رو ببین، با یه چای ساده این کوکی‌ها واقعا میچسبه. بفرستین پست برای دوستی که رژیم داره و عاشق کوکیه. من که عاشق این کوکی‌های خوشمزه شدم. نظراتتون رو برام بنویسید.